اگه فکر میکنی برای ساخت همچین نرم افزاری باید 3 سال برنامه‌نویسی یاد بگیری، همین الان نظرت عوض میشه. این CRM نه با یک تیم 20 نفره ساخته شده، نه با چند سال سابقه کدنویسی، بلکه با هوش مصنوعی کمتر از 20 دقیقه ایجاد شده. و مهمتر از همه، تو هم میتونی این مسیر رو شروع کنی. شاید الان حتی یک خط کد هم بلد نباشی، اشکالی نداره. داخل دوره احسامین همه چیز رو از پایه یاد میگیری. لازم نیست فقط برنامه نویسی بلد باشی، فقط کافیه یاد بگیری چطور از هوش مصنوعی استفاده کنی، مسئله رو تحلیل کنی و از هوش مصنوعی بخوای که برات این نرم افزار رو بنویسه. کمتر از 20 روز. تصور کن چند ماه بعد به جای اینکه فقط ایده داشته باشی، خودت بتونی سایت، CRM، فروشگاه اینترنتی یا پنل مدیریتی بسازی و نمونه کاراتو به مشتریات نشون بدی. اگه دوست داری سورس اینو بگیری، کلمه هوش مصنوعی رو برام کامنت کن و دورم داخل سایت هستش.